مثلا این همون شخصیتی است که 3 طلاق را 1 طلاق میگوید، در حالی که 4 مذهب اتفاق دارند که 3 طلاق 3 طلاق است. امروزه سلفی ها هم به همین قول فتوا میگیرند، فتوا میدهند. حضرت مولانا محمد امین صفدر غالبا هست، میفرماید که یک از مردم هندوستان هست یا پاکستان هست، از مردم همون طرفی سرزمین هند میگفتن پیشتر، میفرماید که یک مسجد رفتم، یک امام سلفی بود، یک قوم داشت. 1 سال بعد گذرم افتاد، دیدم که قومش به اندازه بسیار است. پرسیدم که این چی کار کرد؟ گفتن که تمام 3 طلاقه همین قومش است. 3 طلاق میکنه، یگان جا نمیاوه، همین فتواشو میتی، همه قومی همی شیدگی هست، همین قومی میبینی یا زناش و 3 طلاقه که اگر اینجا اومگی هست، چیزی که در 4 مذهب گنجایش ندارد و زینای صریح است. این فتوا متاسفانه در سرزمین خود هم قدم منحوس را گذاشتگی است. قدم 3 طلاقه را 1 طلاق نه، همه عالم زور و زیمو است. وگرنه از قدیم الایام حتی کمپیرو را بنویسید، نه یک واقعه شد، کمپیرو را میگن که ما شنویدگی ما 3 یا 3 1 نمیشید است. برای همین ابن تیمیه یکمین نظریه‌ای که خلاف 4 مذهب دارد همین مسئله 3 طلاق است. دوم مسئله که خلاف 4 مذهب دارد مسئله توسل را انکار کردن است. ما میگوییم که به حرمت پیغمبرت، به حرمت فلان اولیا و دوستت دعای من را قبول کن و درگاه خدا وسیله میجوییم. این چیز را نادرست قرار میدهد، در حالی که 4 مذهب بر این اتفاق دارند که توسل به انبیای خدا، به ذاتهای صالحه چیزی نادرست نیست. از جمله فتاوایی که خلاف 4 مذهب است این است که میفرماید که زکات را برای آدم فاسق گناهکار داده نمیشود، درست نیست تا توبه نکند. این چنین میفرماید که ما و شما تلاوت میکنیم، بخشیدیم ثواب و ثمره این آیت های تلاوت شده و خیر و صدقات را اولا به روح پرفتوح رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ابن تیمیه میفرماید که به روح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بخشیده نمیشود، چون که اعمال همه امت بر همو را میروند، در حالی که این چیز نادرست هست. حضرت عبدالله ابن عمر صحابی جلیل القدر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشان برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم حج عمره میکردند و میبخشیدند. این چنین ابن موفق گفتنی اولیا هست، در طبقه حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه قرار دارد. برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم 70 حج کردند. و ابن سراج گفتنی اولیا هست که بر روح رسول خدا صلی الله علیه و سلم 10,000 بار قرآن را ختم کردند و 10,000 قربانی کردند. یعنی این چیزی نادرست نیست، بلکه در نزد فقهای احناف مستحب هست که اول برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببخشد، بعد ضمناً به دیگران. این چنین ابن تیمیه یک نظریه دیگر دارد خلاف 4 مذهب که میگوید که یک انسان نمیتواند که مستقلاً زیارت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را کند، یعنی اول او قصد زیارت مسجد نبوی را کند، بعد پیغمبر را زیارت کند، در حالی که در مذهب اهل سنت و الجماعت در 4 مذهب زیارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بزرگترین عبادت ها، حتی بعضی از فقها اون رو از جمله واجبات قرار دادند. مستقلاً سفر برای زیارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این باعث برکت و ثواب بزرگ هست. علامه سبکی رحمت الله علیه شافعی مذهب هست، نظریه ابن تیمیه را در یک کتاب رد میکند به نام
شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، شفای بیماران در زیارت بهترین مخلوقات. بعض همین گونه نظریه های دارد ابن تیمیه. از جمله نظریه هاش یک نظریهش همین است که میفرماید که دوزخ فانی می شود. این هم چیزی هست که جمهور اهل سنت و الجماعت بر این هستند که دوزخ و جنت مخلوقتان لا تفنیان ابدا، هیچگاه اینها فانی نمی شوند، اینها همیشه هستند و باقی میمونند. دیگر به هر حال این شخصیت عالم بودند، در مذهب حنبلی بودند و بعض دیدگاه های دارند که خلاف 4 مذهب، خلاف هم مذهب خودش هم باقی 3 مذهب دیگر هستند. بنابراین در این نظریه ها پیروی کردن ابن تیمیه نادرست است. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر به من یک نوار را ارسال نمودند که در این نوار مولوی معین الدین چندین گویا خطاگی ها و مخالفت ابن تیمیه رحمه الله نسبت علمای 4 مذهب را ذکر نموده و ایشان را در این مسائل 4 یا 5 مسائل غلط و خطا کرده و این عقیده ها را عقیده مخالف اهل سنت و الجماعت ذکر نموده است. بارک الله فیکم. البته هر یک سخنی باطلی که هست و هر یک سخنی که باطلی که شنیده می شود باید جواب داده شود و این وظیفه هر یک طالبین و علما هست. پس این مولوی معین الدین می گوید که ابن تیمیه رحمه الله در چندین فتوایش از 4 مذهب بیرون شده است. اولا مختصرا میگویم که یگان نفر از 4 مذهب امام ها نگفتند که به من پیرو شوید و دوما پیرو شدن به این 4 مذهب واجب نیست و هیچ کس حق ندارد که بگوید که حق فقط در 4 مذهب است. غیر 4 مذهب چه خیلی که معروف است، مذهب اوزاعی بود، مذهب اینچنین اسحاق بن راهوی و مذهب ثوری، سفیان، ابن حزم ظاهری و غیر ذلك. پس یگانه کسی که واجب الاتباع هست این محمد صلی الله علیه وسلم هستند و البته چندین از علمای دیگر مسائلی را ذکر میکنند که 4 مذهب در این مسئله غلط کردند، هیچ باکی ندارد. این چنین مسائل ها وجود دارد، یعنی از مذهب بیرون شدن، از 4 مذهب هم بیرون شدن و یک مسئله نوی رو گفتن، این اگر مبنی بر دلیل باشد، مبنی بر قرآن و سنت باشد، هیچ خطاگی نیست، بلکه این همون شریعت است، همون دینی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله و رسول را اطاعت کنید و غیر الله و رسول تمام دیگر انسان ها سخنش گرفته می شود و رد کرده می شود، غیر از صاحبی این قبر که این محمد صلی الله علیه و سلم است که این سخن را امام مالک گفتند. و مسئله دوم این است که مولوی معین الدین الله هدایتش کند میگوید که ابن تیمیه یکمین مسئله که مخالف 4 مذهب برآمدند در مسئله 3 طلاقه هست، زیرا که 4 مذهب میگویند که هر کسی که 3 طلاق در یک بار 3 طلاق زنش را 3 طلاق داد، 3 طلاق می افتد، زنش حرام می شود و دیگر علاج گرفتنش نیست. اما ابن تیمیه میگه که 3 طلاق این 1 طلاق است. البته این دلالت میکند به جهالت مولوی معین الدین در مسئله طلاق از قرآن و سنت، زیرا که وقتی که به قرآن و سنت نظر میکنید این مسئله معروف است و مشهور است. ابن تیمیه رحمه الله این سخن را از خودش نگفته است، بلکه این مسئله در قرآن همین طور است که الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تصریح باحسان. طلاق 2 بار است، اما 3 بارش دیگر زن حرام میگردد. و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
طلاقی که با یک زبان گفته میشد قبول نمیشد، خیلی که در این مسئله علمای اهل سنت و الجماعت بیان نمودند. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه، طلاق این چی بود؟ فقط با ترتیب داده میشد. طلاق سنی بود که انسان اگر 3 طلاق هم بدهد 1 طلاق حساب میشد و این اصل است. اما زمانی که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین شدند و در زمان ایشان بعضی از انسان ها زود خواستند که از زنهای خود دور بشوند و از زنهای خود خلاص شوند، بعضیشون سخت به دلشون شاید زنهاشون رسیده باشد و اذیت کشیده باشند، در این حالت عمر ابن الخطاب اجازه دادند. اما زمانی که زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شد و امروز هم زمان ما میبینیم که وقتی که ما یک مرد رو به نزدمان آمد و پرسید که من زنم رو 3 طلاق کردم، 3 طلاق است یا که 1 طلاق حساب میشد، فتوا طلبید، اگر ما به این مرد فتوا دادیم که این 3 طلاقت 3 طلاق است، زنت به تو حرام است، به نزد شیخ‌های صوفی و شکم پرست میروند، اونها حلاله میکنند، محلله، یعنی این زنش رو میگیرند به خودشون، یک نکاح میکنند، میگیرند، نه عده رو میفهمند نه غیر عده رو میگیرند، 1 شب 2 شب 3 شب به این زن هم خوبگی میکنند، علاقه جنسی میکنند، بعد از این به شوهرش با نکاح میکنند، میتند. اعوذ بالله من ذلک. وقتی که از قرآن و سنت امروز ما دور شدیم، ببینید که مردم عادی در نزد این صوفی ها و بعضی از انسانی که خود را همچون علمای دین میدانند که البته اونها علمای دین نیستند، اینها استفاده میشوند. پس ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقعین میگویند ما زمان دیدیم که 3 طلاقه یک کسی 3 طلاق داده رو حساب کردیم که 3 طلاق است، بر 1 لفظ این را حساب کردیم و فتوا دادیم، میبینیم که زنش رو برد و به مرد دیگر داد و حلاله کرد. حلاله معروف است، وقتی که مرد زنش رو طلاق میتید به یک مرد دیگر میخواباند، بازگشته میگرد، نه عده رو میفهمد نه غیر دیگر رو، که این را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نص به لفظ صریح من کرده اند و گفتند لعن الله المحلله والمحلل له، الله لعنت کند کسی که محلل میکند، زنش رو حلال میکند و حلال کننده و حلال کننده که به این فتوا میتید. پس این دلالت میکند که این سخن 3 طلاقه سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه نیست، یعنی 3 طلاق رو به 1 لفظ 1 طلاق حساب کردن سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه نیست، این اصل اسلام است، این سنت رسول الله است. این در زمان رسول الله ابوبکر و عمر، در زمان رسول الله و ابوبکر همچنین بود و 3 طلاق رو 3 طلاق حساب کردن به 1 لفظ 3 طلاق حساب کردن، این در زمان عمر بن الخطاب شد رضی الله عنه. و هر کسی که خبر از قرآن و سنت دارد و از اثر صحابه دارد به این موافقت میکند و از این معلومات صحتش را درک میکند. و در این مسئله ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقعین در مجله اول خیلی هم خوب صحبت ها و دلیل ها را ذکر نمودند. بارک الله فیکم. پس این طعنه که مولوی در حق شیخ الاسلام ابن تیمیه میکنند و میگوید که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله از 4 مذهب بیرون شده است و 3 طلاقه را تنها خودش 1 طلاق حساب میکند، این غلط است. بلکه غیر از شیخ الاسلام ابن تیمیه دیگر از علما و از تابعین و از صحابگان رضی الله عنهم روایت های زیاد است. این معروف است، حتی حدیث آمده است، در سنن و مسانید حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نزدشان 1 مرد آمد که زنش را 3 طلاق داده است، 1 طلاق حساب کردند. بارک الله فیکم. پس در این مسئله غلط کرده است. پس اگر 4 مذهب یا که 10 مذهب هم مخالف به سنت برآمده باشند یا که در همون زمان خودشون فتوا به همین داده باشند که به زمان اونها موافق است، در این حالت زمان ما دیدیم که این فتوای 4 مذهب در این مسئله درست نمی آید، در زمان ما درست نمی آید، زیرا که ما وقتی که به فتوای 4 مذهب می نگریم فساد باز زیادتر می شود. در این حالت گشتن به اصل بهتر است. چخیلی که ابن القیم الجوزی این مسئله رو در بیان تغییر یافتن فتوا در زمان و مکان و حالت میگند. بارک الله فیکم. و مسئله دومی که شیخ الاسلام را مولوی رد زده است گویا این است که شیخ الاسلام ابن تیمیه وسیله را به حرمت انبیا و اولیا حرام قرار دادند. البته گفته است که این هم از 4 مذهب مخالف است. البته این قولی باطل است، قولی دروغ است، بلکه در مسئله عقیده 4 مذهب همه اتفاق میکنند.
اصلی مذاهب چهارگانه اتفاق میکند که وسیله گرفتن به جاه پیامبر، به حرمت پیامبر، به قبر پیامبر این حرام است. به حرمت و احترام پیامبر وسیله گرفتن حرام است. سبب جایز نیست. سببش این است که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زنده بودنشون یا بعد از وفاتشون یگان نفر از صحابگان به حرمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، البته بعد از وفات رسول الله به حرمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی وسیله نگرفت، اما در زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنده بودند در روبروی رسول الله انسان ها وقتی که زنده می دیدند و روبرو بودند وسیله می گرفتند، وسیله که به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی که از صحابگان از عمر بن الخطاب رضی الله عنه ثابت است که میگویند كنا نتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل بدعاء عمه. ما وقتی که رسول الله زنده بودند به دعای رسول الله وسیله میگرفتیم، اما وقتی که رسول الله وفات کردن الان حالا به دعای عمه رسول الله یعنی عمک رسول الله عباس وسیله میگیریم و طلبی بولان کردند. پس اون صحابگان مگر جاهل بودند؟ مگر نمیدونستند که به قبر پیامبر هم وسیله گرفتن، به حرمت پیامبر هم وسیله گرفتن افضل است؟ البته میدونستند، اونها بهترین امت بودند، اونها از شریعت و از سنت با خبر بودند، برای همین از قبر رسول الله، از حرمت رسول الله، از جاه رسول الله وسیله نگرفتند. پس اون عملی که صحابگان نکردن، تابعین نکردن، ما هم انجام نمیدهیم و اون عملی که در زمان رسول الله انجام نشده است، بعد از وفاتشون انجام نشده است، بعد از مرگشون، بعد از وفاتشون به قدر و به جاه و به حرمت رسول الله یگان نفر از صحابه و تابعین و تبع تابعین قرون اول و مفضل این عمل را انجام ندادند، پس انجام این عمل بدعت است و خرافت است و جایز نیست. و این سخن ابن تیمیه رحمه الله نیست و این سخن اهل سنت و الجماعت، این سخن صحابه و فعل صحابه است. پس در این مسئله هم مولوی غلط کرده است. دیگر چیزی رو میگن این است که میگن در 4 مذهب به 4 مذهب ابن تیمیه خلاف کرده است در مسئله دادن زکات به انسان فاسق، که گویا شیخ الاسلام ابن تیمیه به شیخ الاسلام درست است، شیخ الاسلام تیمیه به انسان فاسقی که گناهگار و فاجر است زکات دادن را خوب نمیدانند، بهترش میگن ندهید. و اما خطاگی مولوی در اینجاست که میگویند شیخ الاسلام ابن تیمیه اولین کسی است و تنها شخصی است که مخالفی دیگر مذهب‌های 4 مذهب برآمده است. البته این غلط است، بلکه دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت پیش از ابن تیمیه رحمه الله از مذاهب 4 مذهب از مذهب شافعی و یک روایت از احمد ابن حنبل و روایت از امام مالک و همچنین روایت از خود مذهب ابی حنیفه میگویند که فاسقی که فسقش آشکار است و فاسقی که بعد از زکات دادن میدونید که این زکات شما را میگیرد، شراب مینوشد و زنا میکند و به دیگر کاری حرام صرف میکند، دادن زکات جایز نیست و درست نیست. باید زکات را به یک انسان مستحق بدهید که از این زکاتی که حق الله به بندگانش است، یعنی الله حق بندگان را جدا کرده است، به کاری خوب استفاده برد و کمک به کاری بد نباشد. زکات به کمک به کاری بد نباشد. از همین جهت شیخ الاسلام ابن تیمیه هم همین سخن را گفتند. شیخ الاسلام ابن تیمیه این سخن را از خود نگفتند و این مخالف 4 مذهب نیست و این سخن مولوی در این مسئله هم خطا است. پس در مسئله این که میگوید بخشیدن قرآن، بخشیدن دلیل ها، بخشیدن قرآن، بخشیدن ثواب ها به مردگان را، به پیامبر را و غیر پیامبر و دیگر مردگان را ابن تیمیه رد میکند و این به این گفته اش به 4 مذهب خلاف میبراید. حتی به صحابگان خلاف کرده است، میگه که صحابه ابن عمر در حق رسول الله صلی الله علیه و چندین بار حج کرده بود و چندین کسی اولیاء گو که در حق رسول الله هزارها حج کرده و عمره کرده بود، پس ابن تیمیه همه این رو ناجایز میداند و با همین کارش گو که ابن تیمیه رو خطا میکنه. میگن البته این فهم این سخن از ابن تیمیه چنین این غلط است، این نادرست است. علمای اهل سنت و الجماعت وقتی که دین رو میگیرند از پیامبر و از صحابگان تابعین میگیرند، از قرآن، از سنت و از صحابگان تابعین. بارک الله فیکم. پس عملها به 2 قسم تقسیم میشن. بعضی عملها رو بعد از وفات مرده انجام دادن و برای اون بخشیدن جایز است، اما بعضی عملها جایز نیست. قرائت قرآن، ختم قرآن، این عملها در حق مرده در قبر و غیر قبر جایز نیست و این نه فقط به سخن ابن تیمیه است، بلکه این فعل صحابگان است، این عملی صحابگان است. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم
بر رسول الله هیچ قرائتی نکردند، هیچ فاتحه نخواندند، هیچ ختم قرآن در نکردند و نبخشیدند. بلکه ما اعتقاد داریم و صحابگان این عقیده از صحابگان آمده است که هر عملی که انسان خوب و درست و موافق شریعت انجام میدهد این عمل ثوابش به رسول الله میرسد، زیرا که رسول الله کسی است که این هدایت را به ما آورده است. چون که حدیث صحیح است که هر کسی که سبب هدایت یک انسان شود هر یک عمل ثوابش به وی میرود. سبب هدایت همه مسلمان ها این رسول الله هستند و هر عمل به رسول الله صلی الله علیه و آله ثوابش خواهد رسید. و مشکلی دیگر این است که روایتی که از ابن عمر آورده است که در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم عمره کرده اند و حج کرده اند و غیر از این چندین نفر کردند، این روایت ها همه اش ضعیف است و بعض از علما موضوع و باطل گفتند و هیچ سندی ندارد. بلکه از صحابگان یگان روایت صحیح نیست که در حق پیامبر حج و عمره کرده باشند و یگان روایت صحیح نیست و دانسته نشده است، یگان محدث یگان نقل نکردند. این دلالت میکند که صحابگان انجام نداده باشند که اونها بهترین امت، افضلترین امت، یاران بهشتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، پس ما هم انجام نمیدیم. و این چنین در حق صحابگان اگر کسی خواهد بگوید که من در حق صحابه که حج نکرده است حج میکنم، جایز نیست. در حق صحابگان هم آمدگی نیست که کسی چی کند؟ حج بکند یا عمره کند. مثلا حمزه رضی الله عنه پیش از فرض حج وفات کردند. بعضی از خویشاوندان رسول اکرم صلی الله علیه و مسلمان ها پیش از حج وفات کردند، بعضی صحابگان پیش از حج وفات کردند، اما رسول الله بعد از فرض شدن حج در حق اونها حج نکردند. پس امروز ما حق نداریم که در حق صحابگان حج بکنیم و در حق رسول الله حج و عمره بکنیم. این عقیده اهل سنت و جماعت است و این فقط عقیده ابن تیمیه رحمه الله نیست و این عقیده البته مذهبی چهارگانه است. علمای زیادی از مذهبی چهارگانه این سخن را گفتند. بارک الله فیکم. اما در مسئله حق انسان‌های زنده بعد از یا که وفات کرده بعد از صحابگان، از تابعین و تبع تابعین غیره و تا امروز، ما البته میگوییم قربانی کردن از نام اونها جایز است، حج کردن و عمره کردن از نام مردگان مسلمان جایز است، صدقه کردن از نام اونها جایز است. حدیث های صحیح آمده است، متفق علیه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سوال میکنند که مادرم فجأتا مرد، پول مالش در من است، آیا از این پول مالش صدقتی هم به روحش میرسد؟ رسول الله میگن نعم، از مادر صدقه بکن، از پول مالش صدقه بکن، از نام اون قربانی بکن، از نام اون اگر روزه نذر داشته باشد روزه اش را بدار، از نام اون حج بکن، عمره بکن، جایز است. اما بعضی عمل هایی که ما ذکر کردیم ناجایز است، مثلا از نام اون نماز خواندن، از نام اون روزه فرضی داشتن، یا که از نام اون به نام اون قرائت کردن و به وی بخشیدن. البته این چیزها که نآمده است بدعت است، چیزی که شریعت جایز کرده است کن، اما نه در حق صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم که این نآمده است و وارد نشده است. چیزی که وارد نشده است عمل کردن البته جایز نیست. بارک الله فیکم. و دلیلی که از ابن عمر آورده است این دلیل موضوع است و باطل است و البته این مولوی از موضوع بودن این دلیل شاید خبر ندارند. و در مسئله دیگری که میگوید مخالف چهار مذهب برآمده است، گو که ابن تیمیه رحمه الله مخالف چهار مذهب برآمدن در مسئله زیارت، قصدی سفر کردن به زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شیخ الاسلام ابن تیمیه جایز نیست گفتند. البته این فقط سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه نیست، در این مسئله بین علما اختلاف است، لیکن قول راجح همین است که زیارت به خاطر زیارت سفر کردن به قبر پیامبر یا دیگر قبر این چی است؟ عملی نارواست، ناجایز است و حرام است. و این فقط سخن یگانه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیست. ابن تیمیه عصر هفت هستند و غیر از ابن تیمیه رحمه الله علمای پیش از ابن تیمیه زیاد از علمان عمل رو حرام کردند. بمانند امام مالک رحمه الله که تقریبا 500 سال پیش از ابن تیمیه آمده اند، 600 سال پیش، زیارت به خاطر زیارت قبر، به خاطر زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر کردن به مدینه رفتن رو این عمل رو حرام میدونند. قصد سفر کردن به خاطر زیارت قبر پیامبر رو قاضی عیاض هم حرام کردند، وفات کننده 544 هجری. این چون از مذهب شافعی ابو محمد الجوینی 438 هجری 200 سال پیش از ابن تیمیه، یا که ابن اسیر صاحب جامع الاصول 606 پیش از 100 سال پیش از ابن تیمیه رحمه الله، یا که از حنبلی ابن بطال الاکبری 387 هجری 300 سال پیش از ابن تیمیه، ابن عقیل 513 200 سال پیش از ابن تیمیه رحمه الله. همه این علما به خاطر زیارت قبر قصد سفر کردن رو حرام میدونند. اما چرا امروز مولوی فقط به ابن تیمیه رحمه الله نسبت میدهد، حالا که در مذهب مالکی هم است، شافعی هم است، حنبلی هم است و در مذهب خودی امام ابو حنیفه رحمه الله محققین و علمای هستند که این عمل رو ناجایز میدونند. بماند ابن عبدالعزیز حنفی و امام زیلعی رحمه الله
اما افسوس که اینها فقط شیخ الاسلام را بد دیدند. چرا که سخن شیخ الاسلام منتشر است، چرا که شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه زیادند، چرا که الله سبحانه و تعالی شیخ الاسلام را قبول کرد و پهن نمود و سخنهای اون را ساده و فهما کرد و امروز مردم که از سخن این علما استفاده میبرند، مولوی ها و بعضی صوفی ها و غیره میخواهند که مردم را از این مرد دارند. البته یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اونها میخواهند که نور الله را پهن بکنند، الله نورش را میرساند گرچنده که کافران نخواهند هم. البته الله نورش را به کدام عالم خواست به مردم میرساند، علمش را به کدام عالم خواست میرساند. پس بارک الله فیکم. این سخن را فقط تنها شیخ الاسلام ابن تیمیه در مسئله من بودنی قصد سفر برای زیارت پیامبر نگفته است. پس قصد زیارت کردن و تنها به قصد زیارت به قبر رفتن این جایز نیست و علمای محدثین هم همین سخن را میگویند، خواه قبر پیامبر و غیر پیامبر باشد. و دلیل این حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث متفق علیه میگویند لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. تشد الرحال کردن نمی شود مگرم به 3 چیز، یعنی قصد زیارت و قصد سفر کردن نمی شود مگرم به 3 جا: مسجد پیامبر به خاطر قصد ثواب نمازش، مسجد مکی، مسجد حرام بیت الله به خاطر قصد نمازش و مسجد بیت المقدس به خاطر فضیلت و قصد نمازش، که در هر 3 این مساجد فضیلت و فضائل ها وجود دارد. و حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند لا تجعلوا قبری عیدا، قبر مرا عید قرار ندید. عید یعنی گشت و برگشته تکرارا زیارت نکنید. اما هر کسی که به مدینه رفت مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله را زیارت کنه جایز است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسجد را زیارت کردن را عموما، البته زیارت قبر را عموما حرام نکردند بلکه جایز دانستند و این عمل را سنت کردند و مستحب است. زور القبور فانها تذکرکم الموت. در روایت مسلم است که قبرها را زیارت بکنید زیرا که این به شما یاد مرگ را میرساند. و وقتی که به مدینه رفتید اولین قبری که البته زیارت میکنید زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله است تا که به مرگ، به یاد مرگ افتید، زیرا میبینید که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کرده از شما هم وفات میکنید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در این دنیا باقی نمانده شما هم وفات میکنید. پس مولوی در اینجا هم سخن را با علمانه نقل نمیکنند و سخنی که میگوید البته غلط است و این تهمت به ابن تیمیه رحمه الله است. و میگوید که بعضی از علما زیارت ابن تیمیه را واجب کرده اند و در این مسئله سبکی تقی الدین سبکی را مثال می آورد و میگوید که سبکی حتی در این مسئله به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رد زده است. البته سبکی کیست؟ سبکی این کسی است که هم عصری هم زمانی ابن تیمیه رحمه الله بود. ابن تیمیه 728 وفات میکنند و سبکی 750 والله اعلم وفات میکند. هم عصر بود. البته بین شیخ الاسلام ابن تیمیه و سبکی بسیار در چندی مسائل ها ردیه ها وجود داشت. و اما وقتی که نظر میکنیم به علمای اهل سنت و جماعت که سبکی را چی میگن، عقیده سبکی چی است، علمای اهل سنت و جماعت میگن سبکی این یکی از امامان اشعری بود. سبکی مذهبش مذهبی اشعری و امامان مذهبی اشعری بود. یکی از علمای علامه اهل سنت و جماعت علمای دارالنجم میگن سلیمان ابن سحمان، میگن که سبکی و کسانی که مثل سبکی از غلات هستند، آنانی که شرک را جایز و مباح میگویند، ببینید این سبکی است میگن. و این چون وقتی که به آلوسی یکی از امام آلوسی رحمه الله نظر میکنه میبینید که میگن من چگونه سبکی را شیخ الاسلام بگویم در حالتی که سبکی عالم نیست، سبکی یک غلات است و اعوذ بالله در دین غلو کرده است. و خودی همین آلوسی میگن وقتی که کسی نظر به کتاب سبکی میکند میبیند که سبکی مشهور به علم نبود بلکه این شهرتی که پیدا کرده است این همه شهرت دروغین است. میگن ببینید به کتاب غایت الامانی مجله اول 175 هجری 175 صفحه. بارک الله فیکم. و این چنین جماعت از علما و این چنین خود همون امام آلوسی و غیره ذکر میکنند و میگن که سبکی و مانند سبکی دیگر کسا اینها کسایی هستند که از غلات شافعی هستند. مذهبی سبکی شافعی و از غلات شافعی هستند. و عبدالهادی
در کتاب صارم المنکی علی نحر ابن سبکی به ابن سبکی رد میزند. این عبدالهادی والله اعلم شاگردی امام ذهبی بودند یا شاگرد امام ذهبی بودند، رد به ابن سبکی میزنند و میگن که یقال لهذا المعترض و اشباهه من عباد القبور. سبکی رو عباد القبور میگن، قبر پرستی میگن. در کتاب صارم المنکی مجله اول 134 نظر بکنید. و امام سلیمان ابن سحمان رحمه الله میگن شاگرد یکی از کبار شاگرد سلیمان ابن حمدان، سبکی هو الذي خرج عن صراط المستقيم. سبکی من کسی که از صراط المستقیم برآمده است میگن. و خالف ما عليه الائمه من علماء المسلمين، و مخالف امام های ائمه علمای مسلمین که شده است میگن. و احمد ابن نجدی میگن که ولا عبرت بكلام ابن سبکی، عبرت از کلام ابن سبکی وجود ندارد، لانه كثير الكذب، زیرا که میگن ابن سبکی بینوها زیاد دروغ میگفت. در کتاب تنبیه النبی و الغبی 286 ذکر شده است. و علامه شمس الدین الافغانی سلفی در کتاب ابطال عقاید القبوریه مجله سوم صفحه 1807 میگه در حق سبکی که العشری احد کبار العلماء القبوریه. سبکی این عشری هست و یکی از کبار امامان قبوری هست. پس بارک الله فیکم، سخن سبکی در اینجا قبول نیست. واجب گفتنی زیارت قبر پیامبر از سبکی و رد سبکی نسبت شیخ الاسلام قبول نیست. حالا که سبکی این شاگرد امام ذهبی بود، شاگرد ابن تیمیه بود. امام ذهبی شاگرد ابن تیمیه، اما سبکی شاگرد امام ذهبی بود. بارک الله فیکم. پس میگد این مولوی که شیخ الاسلام ابن تیمیه این چنین مخالف 4 مذهب آتش دوزخ رو فنا گفته است، یعنی دوزخ رو تمام شونده و فنا کننده گفته است. البته این تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است، زیرا که شیخ الاسلام ابن تیمیه آشکار واضح و روشن در کتاب خود گفتند که دوزخ ابدالابد است و جنت ابدالابد است. نظر بکنید به کتاب درع التعارض العقل والنقل، یا که درع التعارض بین العقل والنقل، کتاب 8 مجله که ضد اهل کلام نوشته شده است. در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه آشکار میگند و قال اهل الاسلام جميعا ليس للجنه والنار آخر. شیخ الاسلام تیمیه میگند که تمام اهل اسلام گفتند که جنت و دوزخ، جنت و نار آخر ندارد و انهما لا تزالان باقین، تا امروز و تا ابد باقی است. و این چنین در کتاب وقتی که نظر میکنیم بیان تلبیس جهمیه میگند وقد اتفق السلف الامه و ائمتها و سائر اهل السنه والجماعه على ان من المخلوقات ما لا يعدم ولا ينفي بالكليه كالجنه والنار. تمام اهل سلف از این امت اتفاق نمودند و تمام علمای اهل سنت و جماعت اتفاق کردند و همه میدونند که بعضی از مخلوق های الله نابود نمی شود و همیشه باقی میماند، به مانند جنت و دوزخ، به مانند عرش و غیر ذلك. پس نظر بکنید به مجموعه الفتاوا مجله 8 صفحه 304، مجله 18 صفحه 303 و در دیگر جاها ببینید که شیخ الاسلام ابن تیمیه ظاهرا آشکارا واضحا میگویند که دوزخ ابدالابد است، باقی نمیماند. اما چرا بعضی ها به شیخ الاسلام ابن تیمیه به مانند این مولوی و صوفی ها و غیره کسانی که شیخ الاسلام را بعد میبینند این تهمت را میزنند؟ میگویم زیرا که شیخ الاسلام ابن تیمیه وقتی که کتاب می نویسند در مسئله دوزخ چندین سخن را، چندین مذهب را ذکر میکنند. در درون این مذهب ها یکی از مذهب ها را ذکر میکنند و میگن که بعضی از مذهب هست که دوزخ را فنا میگد، اما خود شیخ الاسلام ابن تیمیه به این سخن رد زده است و بعضی ها سخن را تا آخر نمیخوانند، گمان میکنند که این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه است، زیرا که در درون کتاب است. اما در مسئله ابن القیم الجوزی ما میگیم ابن القیم الجوزی 2 مرحله دارند. در مرحله اول در سن جوانیشون، در سنهای 18 تا 25، در این مدت دوزخ رو کمی مائل بودن که دوزخ یعنی نار فنا میشه و نابود میشه. در کتاب روح، در کتاب اینچنین در کتاب حد الارواح و بعضی از کتاب‌های اولینشون نوشته‌اند که بعد از این باز میگردند و آشکار در کتاب جوش الاسلامیه و کتاب دیگرشون که به نهایت مشهور است الوابل الصیب و طریق الهجرتین، البته طریق الهجرتین و اینچنین وابل الصیب آشکار و رفشان ذکر میکنند و میگویند که و اما النار فانها دار الخبز
فی الاقوال والاعمال والمآکل ومشرب ودار الخبیثین، یعنی در آخر میگن که این ابد الابد است، دوزخ ابد الابد است، جنت ابد الابد است. پس این تهمتی که یا که این سخنی که نسبت ابن تیمیه رحمه الله مولوی میگوید، مولوی معین الدین، این به تحقیق است، از هوا گفته است، به علمانه است. پس به برادران و خواهران نصیحت میکنیم که به این چنین سخنها، به سخنهای غرضناک اهمیت ندهند. مقصد ما دفاع ابن تیمیه نیست، والله بالله تالله مذهب ما دفاع قرآن و سنت است، دفاع دلیل است. ما نظر میکنیم به دلیل ابن تیمیه رحمه الله، وقتی که دلیل صحیح است میگیم، وقتی که دلیل ابن تیمیه ضعیف است ضعیف است. ابن تیمیه هم خطا کردگی هستند، در چندین مسائل ما خطا ابن تیمیه رو خطا میگیم، وقتی که دلیل ابن تیمیه رو به ما علما میگن که این غلط کرده است ابن تیمیه. تمامی کل بنی آدم خطاء و خیر خطائین التوابین، تمامی بنده های الله خطا میکنند و بهترین خطا کننده ها کسانی هستند که توبه میکنند. و یگانه کسی که خطا نکرده است و معصوم است، الله گناه کردهش و نکردهش رو بخشیده است، این محمد صلی الله علیه و سلم است که معصوم است. پس بارک الله فیکم. این یک رد مختصری به مولوی معین الدین بود و مولوی را به تحقیق کردن، به سخن حق را گفتن و با علمانه سخن کردن به سوی این علم دعوت میکنیم و میگیم که ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئولا. شیخ یا که مولوی معین الدین در آن مسئله که علم نداری صحبت نکن، زیرا که چشم، بینی، گوش و تمام جسم اعضای تو، زبانت که گفته ای، ان السمع گوشت، والبصر و چشمت، والفؤاد قلبت، همه این مسئول از این گفته هاست. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.